دوستان ما تو بخش‌های قبلی با نحوه نشیابی و اینکه چجوری این نشیابی رو انجام میدادیم آشنا شدیم و حالا تو این بخش ما بعد اینکه تشخیص دادیم که نشتی ما از قسمت اواپراتور هست، ما مجبور هستیم اون اواپراتور رو حالا یا جوشکاری کنیم یا اگه توکار باشه اون رو تعویض کنیم. قسمت روکار رو ما میتونیم گفتیم اون رو در بیاریم، قسمت اواپراتور رو هم روی خود یخچال میتونیم جوشکاری کنیم یا کامل درش بیاریم بیرون و اون قسمت رو به صورت مجزا جوشکاری کنیم و دوباره ببندیم سر جاش که یه بخشای بعدی میخواید اون رو ملاحظه کنیم. و یا اینکه این یخچال ما داره اواپراتور توکار هست و این لوله ها دیگه دم دست نیست، ما نمیتونیم اونا رو پیدا کنیم. ما نیاز هست که حالا بعد اینکه نشیابی رو کردیم و مطمئن شدیم که مشکل از قسمت اواپراتور هست، این قسمت یه اواپراتور روکار یه پریزون اینجا نصب کنیم و این لوله کشی رو خودمون به صورت جدا انجام بدیم، این لوله ها رو خودمون به صورت جدا انجام بدیم. خب اواپراتوری که اون صفحه تلویزیونی که من میخوام نصب کنم، میخوام از صفحه تلویزیون 90 استفاده کنم. ما تو بخشای قبل یه صفحه تلویزیون 80 هم آورده بودیم برای تست و اینا که باهاش کار می‌کردیم و جوش می‌کردیم. شما اندازه‌هاشون رو مقایسه کنید اینجا و موقع نصب حالا اینا رو دقت کنید. و حالا خود صفحه تلویزیون هم گفتیم که قسمت ورودی خروجیش هم مشخصه دیگه، برای شما قسمت قبل گفتیم قسمتی که این شبکه ها رو داره این قسمت خروجی هست و قسمتی که این لوله تکیه وارد میشه و این مسیر ادامه میده این قسمت ورودی گازمون از قسمت پایین هستش که این بس قسمت شبکه انتهای مسیر است و این لوله باید به لوله ساکشن جوش داده بشه و بره کمپرسور این مسیر. خب حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که ما برای نصب این قسمت نیاز داریم که این قسمت رو یه سوراخ کاری انجام بدیم. یعنی ما این قسمت یه سوراخ میزنیم، دو تا سوراخ میزنیم برای دو تا لوله هایی که داریم و این از پشت یخچال این لوله کشی رو انجام میدیم. لوله هایی که رفته به قسمت فریزر و از اونجا اومده این بالا رو قطع میکنیم و خودمون یه لوله کشی جدید از قسمت پشت یخچال میخوایم انجام بدیم. خب من به صورت تئوری یه بار اون کاری که باید انجام بدیم رو میخوام توضیح بدم. ما یخچالمون قسمت اواپراتور فریزر رو داریم و یه قسمت لوله کشی قسمت یخچال رو داریم که میخوایم اینو حذفش کنیم و کمپرسور ما هم قسمت یخچال پشتش هستش و کندنسور اینا هم که داره و ما فقط قسمت لوله قسمت فشار پایین رو میخوایم یه تغییراتی روش انجام بدیم. کمپرسور حالا بعد اینکه اون قسمت کندنسور و لوله مویی رد شد، لوله مویی میاد و وارد قسمت اواپراتور فریزر میشه. از این قسمت میره قسمت بالا لوله‌های قسمت اواپراتور یخچال و از اون قسمت یه لوله ساکشن داریم دوباره برمیگرده به قسمت کمپرسور. ما گفتیم میخوایم اینو حذف کنیم این قسمت رو اواپراتور بالا رو و یه صفحه تلویزیون رو اینجا میخوایم بذاریم و یه صفحه تلویزیون خودمون میخوایم اینجا بذاریم. حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که این لوله‌ای که اینجا رفته بالا رو چون تو کار هست اینو میخوایم حذف کنیم، خودمون از قسمت پشت یخچال یه لوله ببریم قسمت ورودی این صفحه تلویزیون و از قسمت خروجی دوباره یه لوله کشی انجام بدیم و بیاریمش به قسمت کمپرسورمون و این لوله های تو کار چون دیگه دسترسی به اونا نداریم اینا حذف میشن، یعنی ما دیگه اون لوله ها رو همونجا باقی میذاریم میمونه و خودمون لوله کشی انجام میدیم از قسمت تلویزیون قسمت پایین اواپراتور قسمت پایین تا تلویزیون قسمت بالا و این لوله رو لوله ساکشن رو ادامه میدیم و میاریم به کمپرسورمون وصل میکنیم. خب تو قسمت فریزر این لوله مویی که اومده وارد این قسمت شده، حالا از این قسمت دوباره برگشته رفته قسمت بالا، یعنی قسمت اواپراتور بالا. ما باید اینو حذف کنیم این قسمت لوله‌ای که قسمت بالا رفته و خودمون یه لوله جدیدی از قسمت پشت میخوایم بهش اضافه کنیم
و به سمت تلویزیون صفحه بالا بکشیم و اونجا دوباره جوش بدیم به اون. که حالا من اون قسمت رو میخوایم جدا کنم و یه سوراخ جدید اضافه میکنم اینجا که لوله جدیدمون اینجا وارد قسمت فریزر بشه. خب دوستان، حالا در ابتدای کار من میام این لوله که قسمت بالا رفته، یعنی لوله که رفته با قسمت اواپوراتور بالا رو از اینجا میبرم و تا حد اکثر ممکن الان این لوله موی رو مواظب باشید اینو قطعش نکنید، چون نمیخوایم لوله موی رو عوض کنیم، فقط میخوایم لوله قسمت بالا که رفته قسمت بالا رو حذف کنیم از این قسمت. این حالا این سنسورها اینا رو باید حالا ببرید و از جاشون در بیارید. این سنسور نباید به هیچ وجه حرارت بهش بخوره. همین زده گوشه که نباید موقع جوشکاری بهش حرارت ندید. خب این لوله مویی رو هم یه ذره میکشید اینورتر و اینا میارید جلو. خب اگه اینجا رو دقت کنید ما یه لوله 1/4 داریم که وارد لوله 5/16 شده. من از اینجا اینا میخوام ببرم و لوله 1/4 که دارم رو به سر این اضافه کنم. من حالا چون اینو بریدم یه ذره این صفر شد، یه گشادکن میارم این یه ذره به حالت اولش در میارم و یه سوراخ هم میخوام دقیقاً از اینجا بزنم بره پشت یخچال و از اون طرف لوله رو ببرم بالا. خب حالا من فعلا موقتا روی این یه نوارچسبی بزنم که چیزی داخلش نره و این قسمت رو یه قیمت 10 تون سوراخ میکنید. خب حالا من باید لوله مسی 1/4 رو یا همون لوله 6 رو از اینجا رد کنیم بیاد داخل، اینجا جوشکاری بکنیم و بعد اینکه جوشمون تکمیل شد مطمئن شدیم اینو اون خمش رو هم درست کنیم و بدیم به سمت بیرون. خب حالا لوله 6 تون رو میارید و حالا نمیخواد ببرید، اینو قشنگ توی یه نوارچسب بزنید روش از اینجا رد کنید بره داخل قسمت فریزر. و من چون یه لوله تقریبا سایز اینجا رو دارم، حالا دقیق نیست ولی خب سایز اینجا هست، من اینو رد میکنم بره اون طرف، یه نوارچسب بزنم پر نشه. خب من باید اینجا فعلا موقتا اینجا میمونه، من اون طرف رو جوش میدم و سایزش رو همه رو درست میکنم، بعد دوباره برمیگردم اینو از این قسمت میخوام اندازش رو درست در بیارم. خب من این لوله هم که آوردم اینجا حالا باید یه ذره بیشتر بیاریم، یعنی اون که تنظیم کردیم اونم یه ذره بیشتر میاریم. من این خمو الان موقتا میزنم، میخوام یه جوشی بزنم بعدم اینو میخوام تغییرش بدم چون این یه ذره بلند هست و ما این همه لازم نداریم. خب من این قسمت رو چون لوله 1/4 باید یا لوله 6 رو 8 بره، این یه ذره الان اینجاش موقع برش یه ذره فشرده شده، اینا ذره گشادش کنم به صورت دستی.
خب حالا اینو یه ذره از این بدن و کابین جدا کنید، چون موقع جوشکاری حرارت به اینا نخوره، اینجا رو آب نکنید. اینو تو این فاصله جوش میزنید، بعد این هول میدید میزنید سر جاش. خب حالا قبل اینکه جوش بزنید، اگه این لوله خیلی کوتاه باشه بهتره این قسمت که جوین آلومینیوم و مس هست رو به دستمال خیس اینجا رو بگیرید. ولی خب ما یه ذره طولش زیاده و حرارت به اونجا نمیرسه و از دستمال خیس فعلا استفاده نمی‌کنیم. و یه شعله کوچیک و ریزی رو می‌خوایم تا داخل کابین رو بتونیم جوش بزنیم. تا حد ممکن اینو کوتاه کنید تا شعله‌تون این برابر نکنه. این کپسول اکسیژن ما داره تمام میشه. فشارمون اومده پایین. خب حالا آینه‌تون رو میارید و قشنگ همه طرف این جوشمون رو نگاه میکنید. این قسمت رو حتما با آینه نگاه کنید و کامل مطمئن شید که جوشتون، چون دوتا مس خیلی سخت نیست، قشنگ مطمئن بشید که از همه جهت گرفته و چون نمیخوایم دیگه نشیابی اینو انجام بدیم. خب اوکی، جواب میدم. خب حالا بعد اینکه خنک کاری کردید اینو فشار میدید میره سر جاش. خب حالا یه ذره از این خمیری که برای این چسب خمیری زد دورش میذارید سر جاش. خب این اینجا فیکس میشه و ثابت میمونه دیگه، با اینجا کار نداریم. خب حالا قبل اینکه بریم قسمت بالا رو شما سوراخ‌کاریش رو انجام بدید، ما 2 تا سوراخ بزنیم. تقریبا اینجا باید سوراخ رو بزنیم، 2 تا سوراخ بذارید بره سمت پشت یخچال. ولی خب قبل اینکه اون سوراخ رو بزنید شما باید این لوله ترموستاتی که اومده اینجا رو از سر جاش در بیارید که یه موقع اونم سوراخش نکنید. خب این لوله ترموستات رو میذارید بیرون و میذاریدش کنار. حالا برای اینکه این اذیتتون نکنه میتونید اینم بازش کنید. و 2 تا سیم دیگه، یه دونه ارت بدنه است و این 2 تا سیم ورودی و خروجی. خب حالا من این ایوابراتور رو فرزینم رو میارم و حدوداً از همین جا باید اینو به این صورت اینجا نصب کنیم. این یه تلویزیون 90 شما میتونید حالا بیشتر هم باشه گفتیم، ولی خب همین نرماله و برای این یخچال کافیه. خب من این علامت که زدم میذاره میتونم بیارمش بالاتر اینجا بیارم.
قبل اینکه سوراخ کنید پشت یخچال نگاه کنید، یه موقع سیمی جعبه ترمینال چیزی اون پشت نباشه. خب حالا این صفحه تلویزیونتون میایید، این لوله ها رو به این صورت از وسط خمشون میدید و آمادهشون میکنید و میرید اینا رو از اینجا عبور میدید. خب حالا قبل اینکه عبور بدید این نکته اینجا باید رعایت کنید، چون اینجا یه قبلا ورق آلومینیومی اینجا بوده، لوله‌های آلومینیومی رو ما با مته برش دادیم. حالا برای اینکه در دراز مدت اینا رو نبره این قسمت میفته اونجا. اینا رو این قسمت رو یه ذره روشون یه عایق حالا پلاستیکی یا حالا هر عایقی که شده روش بزنید تا در دراز مدت نبره. خب من یه ذره فویل آلومینیومی میارم و همینو این قسمت یه ذره که در معرض بریدگی و سایدگی هست اینجا رو یه ذره تقویتش کنم. حالا اینا رو میایید از اینجا ردش میکنید. خب من الان دو تا پیش میارم اینا رو ثابت کنم تا تکون نخورم. خب تقریبا باید وسط باشه و من یه فیچه موقتی میذارم چون بعدا میخوام پشت اینا یه اسپیسر هم بذارم که پیچه موقتیه که بعدا بازش رو میکنید، چون میخوایم اینا یه ذره از دیوار فاصله داشته باشه و به دیوار نهایت بچسبه. ولی خب حالا فعلا اینا این میذاریم و میریم قسمت پشتش رو جوشکاره میکنیم و دوباره برمیگردیم اینجا. خب حالا این لوله‌تون رو میارید بالا و سایزش حالا باید همینو ببرید و همین سایزش رو با این یکی کنید تا بتونید اینو جوش بزنیم اینجا. حالا من قبل اینکه اون رو جوش بزنم این قسمت چسب فولی میزنم، حالا قبلش یه ذره خمیرم میارم. هوا اینجا به داخل راه پیدا نکنه و چسب فویلی هم میارید و این قسمت رو اینجا رو میگیرید تا یه موقع هوا به داخل راه پیدا نکنه. خب حالا شما این لوله برگشتی که از قسمت فریزر داره میاد بالا
باید از داخل نگاه کنید که اون تیریزیتون از کدوم سمت ورودیش کدوم سمته و خروجی کدوم سمته. الان قسمت تیریزون ما این قسمت سمت راست ورودی هست و سمت چپ این لوله ساکشن هست که به سمت کنورتور بره. خب حالا این قسمت ما دو تا راه حل داریم برای اینکه این قسمت رو عایق کنیم. بعضی از اساتید میان اینجا رو برش میدن و اون فوم زیرش رو در میاره، این لوله رو میندازن داخل فوم زیر این قسمت پلاستیکیه و قسمت زیر این قرار میدن که حالا من خیلی اونو ترجیح نمیدم و دوست بیشتر از فومای عایقی که داریم استفاده میکنیم، یعنی از این قسمت تا این قسمت رو خودمون عایق میزنیم. خب من اینجا الان میام و اینو اندازه میگیرم، حدودا این هم هستش و یه ذره بیشتر از اندازه معمولش، یعنی تا اینجا میگیرم، از اون قسمت بالا تا اینجا و حالا اینو هم برش بدم و بندازم داخل. خب اگه اینو اول همینجا بندازید دیگه بعدا نمیخواید اینو چاک بدید و بندازید توش. خب حالا اینجا یه ذره فشار میاد پایین‌تر و باید اینو حالا این قسمت چون میخوایم کیپ باشه اینو بدید پایین و یه نوار چسبی بزنید اینجا ثابت بمونه دیگه بالا نیاد. بعد جوشکاری اینو ول میکنیم خودش برمیگرده پایین.